بلا چه گناه ساخلاdı Odam Hüseyin Celal'da Süyanlarım ağladı Gel yatar tufan yatar Yatmaz Hüseyin'im perçemi Tufan yatar Yatmaz Hüseyin'im perçemi Dağın ağlardan و خلاصه اینجا کرامه‌ای بی انتهاست، وعدگاه دلهای مست و سرخترین قربانگاه شیعی دنیا که همه ساله شامگاه تاسوعا خسته دلان از التیام زخم‌ها را در آغوش می‌کشد و با دستهای پرسخاوت سقا بر جراحت جانها مرهم می‌نهد. اینجا زنجان، پایتخت شور و شعور حسینی.